با برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. من شاله گلخوجه هستم. در استودیو امروز شما عزیزان نخست توجه نمایید به سرخط موضوع برنامه امروز 22 میلیون. تضاد روز ازدحام بزرگ مهاجرین توجیک در روسیه برای برگشتن به وطن در نزد سفارت نوبت ایستاده و توجیکانی که شهروند روسیه هستند برعکس برای رفتن از دوشنبه به روسیه با نرخ گران بلیط می‌خرند. ازدواج تنها با نقاب طبی و با سنجیدن حرارت توی دوره کرونا ویروس در تاجیکستان چگونه می‌گذرد؟ شکر میگوییم که به چنین رسا رسیدیم و اجازت دادن. و شادروان جوربک نظری دانشمند و آوازخوان شناخته توجیک زیاد خواهیم کرد که فردا زاد روز دارد. اعلان وزارت کارهای خارجه تاجیکستان درباره تشکیل پروازهای چارتری باعث جمع شدن ازدحام بزرگ در نزد بنای سفارت تاجیکستان در مسکو شد. گردآمدگان می‌خواهند برای انتقال به وطن نامنویس شوند. کاربران آزادی ویدیو با فرستادن نوارها خبر دادند که کارمندان سفارت اساساً زنان حامله و کودکان، افراد سالخورده و بیمار را برای خط گرفتند. مقامات توجیک هفته گذشته گفتند که در مده اول همین قشر آسیب پذیر به تاجیکستان طریق هواپیماهای غیر نقشه‌ای سامان ایر و توجیک ایر فرستاده می‌شوند. قرار است انتقال با نوبت مهاجران از 25 ایون به آن طرف شروع گردد. فعلا نرخ بلیط و سنه پرواز هواپیماها اعلان نشده است. در حالی که صدها مهاجر توجیک در روسیه برای برگشتن به تاجیکستان نوبت می‌ایستند و حتی زن و زنی هم می‌کنند، صدها تن از تاجیکان دارای شهروندی روسیه برای انتقال یافتن از زادگاه به وطن دوم خود روز حساب می‌کنند. آنها حتی حاضرند برای پرواز از دوشنبه به روسیه با نرخ گرانتر بلیط بخرند. یک گروهی از چنین شهروندان را امروز پیوندان از فرودگاه پایتخت تاجیکستان به روسیه گسیل کردند. با رادیو صوفی در فرودگاه بود و با چند از این مسافران صحبت داشت. فروخ گلمرودов شهروند تاجیکتباری روسیه ماهی مارت سال جاری برای انتخاب عروس از روسیه به تاجیکستان برگشت. این جوان 24 ساله با امید توی عروسی به تاجیکستان نزد پیوندان آمد، ولی یک روز پس از بازگشتش با علت خروج پاندمیای کرونا ویروس مرزها بسته شدند و پرواز طیاره‌ها قطع گردید. او طول این مدت نه توی کرد و نه ازدواج و عروسی انتخاب کردهش با پیش آمدن نخستین فرصت فروخ را از وطنش به وطنش گسیل کرد. В связи с работой, так как я работаю на государственной основе. وابسته به کار من باید به وطنم روسیه برگردم، زیرا من در شرکت دولتی کار میکنم. در کان طلا در ماشین های خودکار زیرزمینی راننده هستیم. معدن طلا استخراج میکنیم. руду, из руды перерабатываем золото. پس از توقف بیشتر از 3 ماه فرودگاه دوشنبه بار اول روز دوشنبه 22 ایون پر از مسافران و گسیل کنندگان بود. مثل فروخ ده‌ها تن شهروندان تاجیکتبار روسیه پس از دریافت اجازه رسمی از طریق سامانه وزارت خارجه روسیه از زادگاه به وطنشان رخت سفر بسته بودند. این امکان پس از آن اتفاق افتاد که روسیه اعلان کرد شهروندانش را از تاجیکستان برمیگرداند. В течение 2 дней уже было принято. درخواست من در پورتال گوسوسلوگ وزارت خارجه در طول 2 روز کار کرد شد و ما 1 ماه انتظار کشیدیم. من با سبب‌های عائلوی 28 فوریه به تاجیکستان آمده بودم. مادرم را باید جراحی می‌کردیم. بعداً همین خیل در ماندیم. Надо было операцию делать, а потом я вот так застрял. تقریباً 90% مسافران شهروند روسیه در فرودگاه دوشنبه زادگان تاجیکستان بودند که با یک پرواز چارتری به وطنشان روسیه برمیگشتند. آنها میگویند چیپتای طیاره را 2 برابر گرانتر از پروازهای معمولی خریدند. تعداد زیادی دیگر شهروندان تاجیکتبار روسیه نیز اجازه بازگشت از تاجیکستان به وطنشان را دریافت کردند و منتظر دریافت چیپتا برای پروازهای بعدی هستند. من چند بار تلاش برگشتن به روسیه را کردم، اما مرزها بسته و پروازها نبودند. بعداً 20 ایون درخواست پیشنهاد کردیم و ما را برای 1 ایول دوشنبه مسکو نامنویس کردند. آخر هفته گذشته وزارت کارهای خارجه تاجیکستان نیز اعلان کرد که سر از 25 ایون شهروندانش را از روسیه به تاجیکستان برمیگرداند. در این پروازها قبل از همه به قشرهای آسیب پذیر شهروندان، پیش از همه بیماران، زنان با کودکان خردسال، پیرانسالان، دانشجویان و نفران همراه، اینچنین شخصانی که بنابر سفر خدمتی در روسیه درمانده‌اند برتری داده می شود. پروازها از شهرهای مسکو، سنت پترزبورگ، قزان، نووسیبیرسک و یکاترینبورگ به تاجیکستان صورت می‌گیرند.
мақомот гуфтанд ҳоло маълум нест ки ҳавопаймоҳои тоҷик эйр ва сомон эйр аз душанбе ба русия холӣ мераванд ё мусофир мебаранд. хотирнишон мекунам ки одатан билети яктарафа ба русия ва ё аз русия ба тоҷикистон муодили 200 то 220 евро нарх дорад, вале тавре гуфта мешавад ҳавопаймоҳо аз русия бемусофир меоянд ва аз ин рӯ зиён аз киссаи корафтодагон бароварда шуда нархи билети феълии парвоз ба русия беш аз 400 евро муқаррар шудааст. шумо барномаи хабарии радио Озодиро тамошо доред. охири ҳафтаи гузашта дар Хуҷанд ҷашни арӯсии аҳди коронавируси нав баргузор шуд. ба фарқ аз маъракаҳои пешина, арӯсу домод ва пайвандонашон бо ниқоби тиббӣ ба тӯйхона омаданд. тибқи омори расмӣ ҳамасола дар Тоҷикистон ҳудуди 80 000 мавриди издивоҷи сокинон сабт мешавад. пас аз он ки истоди ҷумҳуриявии муқобила бо COVID-19 дар Тоҷикистон баъзе маҳдудиятҳои вобаста ба бемории ҳамагиро бекор кард, ҷуфте ки ҳоло дар бораашон мегӯем аз нахустин шуда тӯи худро баргузор намуданд. از تویخانه‌های تاجیکستان بعد از کرانتین بیش از 1.5 ماه علیه بیماری کووید 19 با صدای کرنه سرنه بلند گردید. دوران جان و مستوره نخستین جفت خوشبخت هستند که در این روز در خوجند عقد نکاح بسته و توی آراستند. لحظه های خاطرمان داماد و عروس نیکبخت دوران جان و مستوره خان است که هر یک ما و شمایان در این شام نیک دیده و دیدار یکدیگر رسیدیم. از زبان داماد و عروس شنیدن احساسشان در توی عروسی دست نداد، ولی نقاب طبی شادمانی چهره های آنها و نزدیکان و دوستانشان را پنهان نمی داشت. ما امروز با همه قاعده قانونی که همین برای سلامتی تمام اهلی همین جماعت پیشنهاد شده است به همانها رعایت کرده. شکر میگوییم که به چنین رسا رسیدیم و اجازت دادن. پیوندان شه و عروس امیدوارند که تا تولد نخست فرزند این جفت جوان بیماری کووید 19 از میان می رود و نسل‌های نو سالم و بردم کلان می شوند. تویخانه میرزا حبیب در خوجند از اول ماه می چون دیگر تویخانه و طربخانه ها موقتا بسته بود، برای پیشگیری بیماری کووید 19 در تاجیکستان از 27 اپریل کرانتین سبک جاری گردید. ستاد جلوگیری از ویروس نو روز 20 ایون با دایر کردن توی و سرها به ساکنان اجازه داد، ولی با رعایت قاعده‌های بهداشتی. البته 100 نفر معین شده است. در آمدن البته دزینفکسیون میشد. حرارتی بدنی مزاج رو تغییر کرده سنجیده میشد. بعد درونی تویخانه در آمد برای استعمال اوقات بعد ماسک‌های میگیرند. البته چندین خانواده دیگر هم برای گذراندن توی عروسی فرزندان خود در تویخانه درخواست دادند. برخی هم پره پایان یافتن دوره کرانتین و به نقاب و به محدودیت‌ها برپا کردن توی خود را منتظرند. اما در خاطر مستوره و دوران جان از توی ازدواجشان از دوره کووید 19 با نقاب در تخت نشستند در یاد خواهد ماند. бинандагони азиз, то ин лаҳзаи барнома дар бораи ҷамъ шудани муҳоҷирони хоҳишманди бозгашт ба ватан дар назди сафорати Тоҷикистон дар Русия хабар додем. дар айни замон аз гусели тоҷикони дорои шаҳрвандии Русия аз душанбе ба ватани дуввумашон гузориш доштем ва аз маъракаи арӯсӣ дар аҳди коронавирус гуфтем, ки дар Хуҷанд баргузор шуд. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба як эълон ва баъди он барномаро идома хоҳем дод. бо мо бимонед. агар умр вафо мекард, Фардо Ҷурабек Назрӣ, донишманд ва овозхони маъруфи тоҷик, ба синни 75 мерасид. риштаи умри ӯ як моҳи пеш канда шуд. Ҷурабеки Назрӣ рӯзҳои охирини зиндагиаш бо ҳамроҳи чанд узви хонавода дар шифохона буд.
ولی بیماری، راههای نفس و اجل رهایش نکرد. درباره نقشه‌های بدیل خاک برده این دانشمند شناخته برات صوفی قصه میکند. خواجزی سروری گذشت، بندزی چاکری گذشت، زاری و قیصری گذشت، دور سکندری گذشت، شیبه دودگری گذشت، می‌نگریم و می‌رویم، می‌نگریم و می‌رویم. این آخرین ترانه است که جورابک نظری، هنرمند و دانشمند سرشناس تاجیک، در یک محفل خرد در منزلش سروده است. او 2 هفته پیش بر اثر بیماری که پزشکان التهاب شش تشخیص دادند درگذشت و در پهلوی 60 تن از شخصیت‌های فرهنگی معروف تاجیکستان در آرامگاه لوچاب در شمال شهر دوشنبه به خواب ابدی رفت. این آرامگاه بزرگان ملت تاجیک است. اکثریت این شخصیت‌ها از همنشینان پدر بزرگوارم هستند و در نهایت در این مکان پهلوی هم خاک شدند. آخرین روزهای عمر جورابک نظری در بیمارستان استقلال شهر دوشنبه گذشت. تقریباً 2 هفته با همسر و فرزندان در این بیمارستان بستری بود. اهل خانواده از بیماری شفا یافتند، اما فرشته مرگ به جان جورابک نظری رحم نکرد. نه روزهای اول کمتر یک اینقدر خوب نبودن. روزهای اول بعد باین خوب شدن، بسیار کمتر خوراک میخوردگی شدن. بعد بعضی مسئولیتی گپ میزدن. جورابک نظری در بستر بیماری نیز از نقشه ها و برنامه سخن میگفت که قرار بود در پژوهشگاه خاورشناسی و میراث خطی فرهنگستان علوم تاجیکستان انجام بدهد. ما در 10 جلد ذخیره خوارزمشاهی امام اسماعیل جرجانی را داریم، تیار میکنیم، برگرداندیم با کلیدی. بسیار اثر بزرگ برجسته است. اما عمر وفا نکرد تا جورابک نظری برگردانیدن این اثر ارزشمند برای طب تاجیک را به انجام رساند و معرفی کند. او به عنوان رئیس پژوهشگاه خاورشناسی و میراث خطی فرهنگستان علوم تاجیکستان از سال 1991 تا پایان عمر کارهای ارزشمند و ماندگاری را انجام داده است. زمان جنگ داخلی آبرو و اعتبارش در جامعه باعث شد که گرانبهاترین آثار خطی و فرهنگی را از تاراج غارتگران حفظ کند. به خصوص شخصیت خوشنام وی باعث شد که او همین گنجینه بسیار گرانبها را از آفت و گزند بیرونی حفظ کند و تمام دانشمندانی که در این بارگاه کار و فعالیت کردند در خاطرات خود، در مقالات خود به این نقطه اشاره کردند. یا رب چه چشمه است، یا رب چه چشمه است، محبت که من از آن یک قطره نوش کردم و دریا گریستم. و بانک ملی تاجیکستان بعد از یافتن چند کمبود در کار بانک الف این ماه سر 0.5 میلیون سوم جریمه بسته است. فعال نبودن شورای ناظران، کمیته اودیت و کمیته اداره‌کنی خوفا از جمله نقصا گفته می شود. عبدالله قربانوف رئیس بانک الف روز 20 ایون در فیسبوک نوشت کمبودها را بازرسانی بانک ملی هنگام تفتیش کاری نیم ساله آنها یافتند. او گفت در تشکیلات قرضی در کمتر از 1 سال باید از سنجش همه‌جانبه بانک ملی تاجیکستان گذرد تا به درست بودن فعالیت خود باور حاصل کند. بینندگان عزیز، اینجا وقتی برنامه اخباری آزادی به انجام میرسد. تشکر از یکایک شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرگزارش‌های دیگر را در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org میتوانید مطالعه نمایید و البته در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب هم میتوانید ببینید. فراموش نکنید فردا صبح بر وقت شما را در خبرهای نو و تازه در نوید بامدادی منتظریم. تا آن دم خدا نگهبان هر یک شما.